و اما نمونه‌های موفق بلاکچین. بیت کوین که اولین رمزارز موفق هستش. بیت کوین در سال 2009 توسط فرد یا گروه ناشناس با نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد که این ارز دیجیتال غیر متمرکز تراکنش‌ها رو روی بلاکچین ثبت میکنه و بدون نیاز به بانک مرکزی عمل میکنه. تعداد بیت کوین ها محدود به 21 میلیون واحد هستش. و اما مورد بعدی اتریوم که در سال 2015 توسط ویتالیک راه اندازی شد و فراتر از ارز دیجیتال بستری رو فراهم میکنه. ارز بومی اون اتره برای قراردادهای هوشمند و برنامه غیر متمرکز هستش و تراکنش ها و اجرای قراردادها رو روی بلاکچین اتریوم انجام میشه. این شبکه ETH به توسعه دهندگان امکان میده که برنامه‌ای بدون واسطه و با شفافیت کامل بسازن. مورد بعدی سولانا که در سال 2020 معرفی شد به خاطر سرعت بسیار بالا و هزینه تراکنش پایینش شناخته شدش که این شبکه برای اجرای برنامه‌های غیر متمرکز و دیتایی طراحی شدش که توان پردازش هزاران تراکنش در ثانیه رو دارن. و مورد بعدی کاردانوه که در سال 2017 توسط چارلز ایجاد شد و روی امنیت، مقیاس پذیری و پایداری تمرکز داره که از الگوریتم اثبات سهام برای تایید تراکنش‌ها استفاده میکنه و بستری برای قراردادهای هوشمند و برنامه غیر متمرکز فراهم میکنه. و اما مورد آخر تونه که در ابتدا توسط تیم تلگرام طراحی شد در سال 2018 که با هدف ایجاد یک بلاکچین سریع و مقیاس پذیر برای پرداخت و خدمات غیر متمرکز بودش. به دلیل مشکلات حقوقی با سازمان آمریکا که تلگرام مجبور شد توسعه مستقیم تون رو متوقف کنه، اما خب پروژه توسط جامعه متموز ادامه پیدا میکنه. که ویژگی‌های اصلی تون رو بخوایم بگیم سرعت بالا هستش که میتونه توان پردازش میلیون تراکنش در ثانیه رو انجام بده. کارمزد کم که بسیار ارزان‌تر از بسیاری از بلاکچین‌های معروف که نام بردیم هستش. ادغام با تلگرام که قابلیت‌های پرداخت کیف پول تون و استفاده در ربات‌ها و اپلیکیشن تلگرام رو داره و همچنین پشتیبانی از NFT و سرویس‌های وب غیر متمرکز هستش که امروز تون یکی از بلاکچین‌های محبوب محسوب میشه و مخصوصا به خاطر ارتباطش با تلگرام کاربرد زیادی پیدا کرده. آینده بلاکچین گسترش در صنایع مختلف که استفاده در سلامت، آموزش و مالی افزایش خواهد یافت. ادغام با هوش مصنوعی و IoT که ترکیب فناوری‌های نو برای کارایی بیشتر، بلاکچین‌های سبز یعنی کاهش مصرف انرژی، فناوری‌های جدید برای کاهش تاثیرات زیست محیطی. بلاکچین در بازیسازی، مالکیت واقعی دارایی‌ها. آیتم ها، شخصیت ها یا زمین های بازی میتونن به شکل NFT در بلاکچین ثبت بشن. بازیکنان واقعا مالک دارایی های دیجیتال خود هستن و میتونن اونها رو بفروشن یا منتقلش بکنن. این دارایی ها میتونه شامل لباس، زمین و انواع اونها باشه. اقتصاد بازی شفاف و غیر متمرکز. تراکنش‌ها و تبادلات درون بازی روی بلاکچین ثبت میشه. جلوگیری از تقلب دستکاری در بازار بازی ها هستش. و مورد بعدی پاداش و توکن های درون بازی هست. بازیکنان میتونن با عملکرد خود توکن دریافت کنن. این توکن ها قابلیت تبادل یا تبدیل به ارز دیجیتال رو داره. متاورس و بازی های آنلاین چند نفره، بلاکچین امکان ایجاد محیط های بازی مشترک و دائمی رو فراهم میکنه. دارایی ها و سوابق بازیکنان در سراسر بازی ها و پلتفرم ها معتبر باقی میمونه. بلاکچین و داده‌های بزرگ، ذخیره‌سازی امن و غیر متمرکز داده‌های حجیم که ذخیره‌سازی غیر متمرکز داده‌های حجیم به کمک شبکه‌هایی مثل IPFS یا فایل کوین انجام میشه که داده‌ها رو به بخش‌های کوچک تقسیم و بین چندین نود پخش میکنه. این روش باعث میشه داده‌ها امن‌تر، مقاوم‌تر در برابر سانسور و از کار افتادگی سرور مرکزی باشن. به علاوه با رمزنگاری فقط صاحب کلید میتونه به محتوای اصلی دسترسی پیدا بکنه، در حالی که داده ها روی شبکه به طور توزیع شده نگهداری میشن.
فناوری‌های نوظهور بلاکچین: بهبود مقیاس پذیری، تقسیم شبکه به بخش‌های کوچکتر برای سرعت بیشتر و بلاکچین لایه دوم که مانند همون لایتنینگ نتورک راه حلی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنش‌ها هستش. و اما موارد دیگه که بهش میتونیم اشاره کنیم مقاومت در برابر حملات سایبریه که رمزنگاری قوی مانع دستکاری داده ها میشه. حملات 51% چالش جدید، کنترل اکثریت شبکه توسط یک گروه مخرب. بلاکچین و حریم خصوصی: حفظ حریم خصوصی با رمزنگاری. بلاکچین با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی و خصوصی باعث میشه هویت افراد مخفی بمونه و فقط دارنده کلید بتونه تراکنش‌هاش رو کنترل بکنه. تمام تراکنش‌ها به صورت غیرقابل تغییر و شفاف روی دفتر کل ثبت میشن، اما اطلاعات شخصی کاربر فاش نمیشه. در نتیجه ترکیب شفافیت عمومی و رمزنگاری قوی حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها رو تضمین میکنه. موانع پذیرش بلاکچین: مقاومت سازمان‌ها در برابر تغییر معمولاً به خاطر ترس کارکنانه که برای از دست دادن موقعیت یا امنیت شغلشون عادت به روش‌های قدیمی و ابهام دارن که پر از ابهام، مخصوصاً نسبت به نتایج تغییری که به وجود میاره. مدیریت ضعیف تغییر، نبود آموزش کافی، مشارکت ندادن افراد هم این مقاومت رو بیشتر میکنه. برای غلبه بر این مشکل باید با شفافیت، آموزش و درگیر کردن کارکنان در فرآیند تغییر اعتماد سازی کرد. و اما مقاومت در برابر تغییر در سازمان‌ها یه ابعاد عمیق‌تری هم داره. ابعاد فردی: افراد ممکنه به خاطر استرس، نداشتن مهارت‌های جدید یا ترس از ناموفق بودن در شرایط تازه مقاومت بخوان نشون بدن. و اما ابعاد گروهی: وقتی تغییر باعث برهم خوردن روابط یا جایگاه گروهی بشه، تیم‌ها هم به طور جمعی مقاومت خواهند کرد. و اما ابعاد سازمانی: ساختارهای بوروکراتیک، فرهنگ سازمانی سنتی یا مدیرانی که تغییر رو تهدیدی برای اقتدار خودشون میبینن مانع میشه. و اما اگر بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، بلاکچین فناوری نوآورانه هستش که میتونه شفافیت، امنیت و اعتماد رو در تراکنش‌ها افزایش بده و فرآیندهای دیجیتال رو خودکار بکنه. اما هنوز با چالش‌هایی مثل مصرف انرژی، محدودیت مقیاس پذیری و مسائل قانونی مواجه هستش. به همین علت کاربرد اون نیازمند تحلیل دقیق هزینه و فایده برای هر حوزه هستش. ممنونم از توجهتون. مرسی که تا اینجای ارائه من همراه هم بود.